این در دوامش میگه از درون کلاب نوشته شدم ای حاجی میرزای خیر میگه بدبخت مشرک، از نام مردم کلاب گپ نزن. تو میگه که قرات میکند کسافت دروغگوی میگه و غیره. بعد از میگه که الله خورت بکند که مردم کلاب بدنام میکنی. ما بیزار هستیم از تو و از آن کسانی که ضد اسلامند. تو بیچاره دیگر دلیل و حجت نداری، در پس مردم شرفمند کلاب پنهان شده از نام مردم گپ نزن. خبیث دروغگوی. قسم به الله مردم کلاب هر روز بیدار شده ایستادند، دیگر این مکر شما درباره ها رو فهمیدند و غیره. این نامه از کلاب است، از اهل کلاب است. چرا این نامه رو من مطالعه کردم؟ برای اینکه حاجی میرزا آخرین صحبتش که در حق ما کرده بود، آخرین صحبت نه بلکه آخرین تهمت، هر صحبتی او در بالای ما تهمت است. برای میگم که آخرین تهمتی که تهمت نامه‌ای که در حق ما اهل توحید کرده بود، در همینجا میگه که من از همین کلاب هستم. من میگه به مردم کلاب نشستم خستم و در نزد اونها بودند. مردم کلاب شما را در منطقه کلاب این میگند فلان خر و آق پدر. یک سخنی خیلی هم قبیح است. من نمیخواستم که به این سخنی قبیحش رد بزنم یا جواب بگویم یا این سخن را به زبانم بگیرم، برای اینکه شرمم می آید. لیکن وقتی که این علاوه رو که در زیر یکی از نوارها نوشته شده است حالا به ما ارسال کردن دیدیم، بعد از این حالا به شما گفتم که او چقدر تهمت شدیدی رو در حق اهل توحید کرده. یکتا پرستان، کسانی که متابعت به رسول الله دارند، میخواهند که قدم به قدم به منهج رسول الله زندگی بکنند. زنهایشان نقاب پوش است، فرزندانشان قرآن خوان و تعلیم گیرنده دین و موحد است. آنهایی که شب و روز می آموزند و می آموزانند. اهل توحید یعنی یکتا پرستان که قرآن و سنت را به منهج سلف این امت فهمیدند، این می آید و میگد که شما کل خر هستید میگد و عاق پدر هستید میگد. اینها امروز مردم به نام قرآن، به نام حدیث یا به خودشون بگیم سمزونیست میگن روزها، به خودشون مقصد اینها خداشون موحدین یا اهل سلف نامگذاری کردن. سخن ببینین، کلمه را ببینین، اینها چگونه که امروز به نام قرآن و حدیث، به نام موحدین، به نام پیروی از قرآن و حدیث، به نام پیروی از اهل سلف ما را فریب میدهند. بین مردم گمراه کرده ایستادند. اگر چنده من به این گروه مراجعت میکنم، شما با والله قسم یعنی جای خودتون در این منطقه بگیم تاجیکستان جای خودتون پیدا کردگی نیستین. شما در اینجا گوش کننده نداری. از آن جمله من در منطقه کلاب وقتی که گپ از شما برآمد، میدونید که مردم کلاب به شما چی گفتن؟ گفتن اونا یک کونی خرن، گفتن اونا یک عاق پدرن. یعنی شما در منطقه کلاب نامتون با کونی خر و با عاق پدر مشهورین. شما اعوذ بالله من ذلك. شرمت بود ای حاجی میرزا. میترسم که یک عذاب سخت الهی به تو و امثالت میبارد که تو موحدین را این طعنه بزنی. شرم از الله بکن، از الله بترس. و این علماء سو، این طاغوت پرستا، حجت برای حق بودن خودش از قرآن ندارد، از سنت ندارد، از افسانه هم ندارد، از شعر هم ندارد. ما میگیم که حق بودن خودت رو به شعر به افسانه معلوم کن، نمیتونی، هیچ چیزی ندارد.
مجبور شده است امروز این علماء سو می آید از نام یک منطقه صحبت میکند. حاجی میرزا آمده است از نام کولاب صحبت میکند. یعنی امروز اینها میخواهد باز سال 1999 رو سال 1992 رو یک مرتبه دیگر زنده بکند. این حاجی میرزا و امثالش، این ماتریدی های صوفی جهال، این کسایی که خودشون کلامی اهل عقل میگند لیکن بوی از عقل ندارند، بی عقلانند، این بیخردان باز میخواهند که تاجیکستان رو سال 1992 بکنند، باز منطقوی جنگ شروع بکنند. والله اعلم این دفعه حاجی میرزا شاید میخواهد که این دفعه کولابی ها قطی سغدی ها جنگ بکنند. چرا کولابی میگویی؟ مگر دین کولاب است؟ مگر حکم کولاب است؟ مگر کولابی ها یک کس کنیخر و آقی پدر گویند تمام همین کنیخر و آقی پدر میشد؟ اگر کولابی ها خیزند و قرآن و سنت انکار بکنند تمام قرآن و سنت انکار شد؟ یا فقط همین جنابی فحاشی مشرک شما برآمد و گفت که دین الامین به حجابی است و این است، این عرف عادت بیگانه است، شما فکر کردید که سخن او را همه قبول کرد؟ توف بر شما و به پیشوایتان به همون کسایی که همچنین حقارت رو به ما کرده است. کسی نباشد از کولاب است از غیر کولاب. هر کسی که اهل توحید دشنا میته توف بر بالایش. لیکن گمان ما در اهل کولاب خیر است. ما تاریخ کولاب را میدانیم، اهل کولاب را میشناسیم و گذشتگان کولاب را که آزادی خواه بودند و حق خواه بودند میدانیم. فقط سنگک سفر و فیضلی و دو سه از این چاپلوسانی که در سال 92 به بسیارتر مسلمان کشی بود به فرانت خلقی مشهور شدن اینها را نه. کولابی ها به خود چی داشتند؟ واسه داشتند. کولابی ها به خود موحدین داشتند، یک تا پرستای داشتند که در تاریخ نامشون هست. و امروز هم کولابی ها الحمدلله یک نه، 10 نه، 100 نه، هزارها جوان موحد غیور حقجو و حقگو را دارد که هرگز مسلمان ها را دشنام نمیدهد. من از اهل کولاب خواهش میکنم که به این چنین علما، به این چنین علمای سو یک رساله بفرستید، یک نویسید، یک چیز صحبت بکنید که از نام شما صحبت نکند، نام شما را به خودش سپر نکند، از نام شما مسلمان ها را حقارت نکند، روی شما را مثل روی خودش سیاه نشان ندهد. اهل کولاب بیایید قرآن و سنت را چنگ زنید، به فهم سلف این امت آموزید. شما الله پرست هستید، شما انسان پرست نیستید. شما اطاعت الله را میکنید، اطاعت انسان را نمیکنید. و این ندای ما به همه تاجیکستان است. از فریب و نیرنگی این علماء سو برحذر باشید، احتیاط باشید، به دسیسه ها و به فریب های اینها گرفتار نشوید. امروز میبینیم در خوجند، در اسفره، در مسچا، در سبحان الله تمام شهرها و ناحیه های بگویم ولایت سوخت، تمام ولایت های تاجیکستانی که وجود دارد، ولایت قرغن است یا که سوغر است یا که خود شهر دوشنبه گرد از ناحیه های تابع یا که کولاب و غیره دارند. تمام این امام های دست پرورده حکومت بجای اینکه به مردم نماز را تعلیم بدهند، روزه را تعلیم بدهند، یک تا پرستی را تعلیم بدهند، عبادت الله را تعلیم بدهند، از عبادت غیر الله مردم را باز دارند، از بالای منبر میبرایند، خود را نماینده رسول الله میگویند، لیکن خیانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنند. و شب و روز در روزهای بخصوص جمعه سخنشان ضد قرآن است، ضد سنت است و ضد یکتاپرستان است، ضد صحابگان است، ضد اهل توحید است. نام برآوردند اهل توحید را طعنه میزنند به هر نامهایی که خواهند.
یکیش اوقی پدر میگد، یکیش این خر میگد، یکیش سلفی میگد، یکیش وهابی میگد، یکیش یکون به جماعت دیگر میبرد، یکیش فتنگر میگد. فتنگر هم شمایید. همین سخنهای گفتهتون همیش خودی شمایید. شما جوهر هستید. اگر کمی علم می داشتید، والله که کمی علم می داشتید، شما هرگز به این منبرها برآمده این سخنها را نمی گفتید. اگر شما الله را می شناختید، هرگز این کارها را نمی کردید. عذاب الله را اگر شما حقیقتش را می فهمیدید، بزرگی الله را می دانستید، حقیقت دین الله را می فهمیدید، هرگز این عملهای زشت را نمی کردید. اما افسوس که شما جاهل بیش نیستید. افسوس که شما جاهل بیش نیستید. و سردار این جهلا انمین حاجی مرزا است. سردار این جهلا انمین عبدالرحمن قزاقانی مطردی عقل خود از دست داده است. سردار این جهلا این مکران